салом дӯстони азиз, мо дар ин қисмат як суҳбати бисёр ҷолиб дорем бо хонандаи синфи 9 ки аз ҷумҳурии исломии афғонистон 5 моҳ пеш тақрибан ба шаҳри Душанбе омаданд ва ҳоло дар яке аз муассисаҳои шаҳри Душанбе таҳсил мекунанд. Абдумусаввир аз шаҳри Кобул омада. Салом алейкум. Мо медонем ки имрӯз вазъият воқеан дар Афғонистон на он қадар хуб аст ва ин дар ҳоле буд ки тақрибан чанд моҳ пеш вақте ки толибон забт карданд Афғонистонро, яъне гирифтанд ва дигар нотинҷиҳо оҳиста оҳиста сар зад. Ва мо аз худи шумо мехостем бипурсем ки тақрибан 5 моҳ пеш дар он ҷо будем, чӣ гуна вазъият буд? тақрибан вақте ки мо дар 5 моҳ пеш Афғонистон будем, طالبا در او شرایط سیاسی به نفع طالبا بود دیگه. افغانستان وضعیتش سردرگم شده بود دیگه. تمام ولایت داره سقوط میکرد به طالبا دیگه. مردم میفهمیدن کابل سقوط میکنن. تمام 5 ماه 2 ماه پیش که پیش از اینکه سقوط کنه مردم میفهمیدن کابل سقوط میکنه. بسیاری از مردم افغانستان که اقتصادش خوب بود از افغانستان برآمدن به کشورهای همسایه رفتن، تاجیکستان و ایران، پاکستان رفتن. اما بسیاری مردم نتونستن، البته اکثر مردم نتونستن از کشور برن به خاطر شرایط اقتصادی خود. دیگه مردم میفهمیدن کابل. خود شما با کدام مقصد بعد دوشنبه اومدید؟ از ما با خاطر یکی خب مسئله کلان بود، مسئله تحصیل بود. ما پیش از اینکه افغانستان وضعیتش خوب باشه پدرم میخواست که افغانستان بره به تاجیکستان. اونجا کاکای پدر ما را اسپانسر میشد کانادا به خاطر شرایط که تحصیلی افغانستان خوب نبود و میگفتن که باید در کشور خارج بریم که درست تحصیل کنیم. دیگه بعد کمیت خراب شد، پدرم گفت اگه می وقت نریم دیگه وقت نمیتونیم. نمیشه رفتن. نمیشه. مثلا دوستان شما در افغانستان هستند و زنگ میزنند باشون صحبت میکنید. وضعیت حالا چگونه است در افغانستان؟ فعلا وضعیت در افغانستان وضعیت اقتصادی خب بسیار وضعیت خراب است، اما وضعیت امنیتی بسیاری از مردم از وضعیت امنیتی راضی هستند به خاطر که پیش از یک طالبا و دولت بگیرن دوزی در افغانستان بود، اختطاف بود. با آمدن طالبا این چیزا درست شده، اما وضعیت مهم که است اقتصاد است که وضعیت اقتصادی بسیار زیاد خراب. یعنی با آمدن طالبا با فکر شما وضعیت امنیتی کمتر بهتر شد؟ بله، وضعیت امنیتی بهتر. شما در مورد اذیت دادن زنها صحبت کردید که زنها رو اذیت میدادن، کودکان رو شکنجه میکردن. در کدام حالت بود و کی بود؟ پیش از طالبان یا بعد از اونها؟ طالبا خو این بار که دولت گرفتن به بار دوم دولت گرفتن. البته یک بار دوم دولت گرفته بودن طالبا، حکومت سقوط کرده بود. بار اول که حکومت سقوط کرده بود طالبا شرایط خیلی زیاد سخت گرفته بودن. زنها را شکنجه میکردن، مردا را شکنجه میکردن. برقای افغانستان مدت 1 سال قطع بود، رادیو تلویزیون اجازه نشریات نداشت. وضعیت بسیار خراب بود، اقتصادم خراب بود. اما این بار که طالبا آمدن وضعیت خوبتر است از بار اول کرده. فقط مشکل اساسی که اقتصاد است و زنها را کار نمیتن. میگن که در حکومت ما فعلا میگن که زنها را کار میتیم، اما در حکومت چون زنها جای نداره. با دوستانتون صحبت میکنین؟ بله. در افغانستان چی میگن اونا میگن که شرایط امنیتی بسیار خوب شده. واقعا شرایط امنیتی خوب شده. میگم شرایط اقتصاد اجناس قیمت شده، واقعا سخته. خود شما با افغانستان برمیگردید یا اینکه در تاجیکستان میمونید؟ خب نه، بستگی به شرایط داره. خب وطن طبعا همگی وطن خود دوست می داشته باشه و ما خصوصا ما مردم افغانستان بسیار وطن دوست وطن پرور هستیم. اگر شرایط امنیتی خوب شوه امکان داره که بریم، اما به خاطر تحصیل که برآمدیم امیدوار هستیم که شرایط امنیتی افغانستان خوب شوه و بعد از اینکه تحصیلات خود ادامه دادیم و وطن خود برمیگردیم و خدمت. بله. خب شما با تاجیکستان آمدید، تاجیکستان رو چگونه دیدید؟ چی بر شما پسند آمد؟ چیش پسند آمد؟ در تاجیکستان آمدیم، چیزی که بسیار برای ما خوب بود البته زبان بود، زبان بلد بودیم. خصوصا مردم تاجیکستان بسیار مهمان نواز بود. شرایط به افغانا بسیار خوب است در تاجیکستان از کشورهای دیگه کده، از ایران و ایجا کده. واقعا بر ما قابل پسند بود و از کشور تاجیکستان راضی هستیم. اما در قسمت کار بار و مثلا کرایه خانه و این چیزا واقعا که سخت است اینجا، واقعا که خوب نبود با ما. شما در اینجا اجاره می نشینید؟ بله. چقدر پول میدین؟ تقریبا ما خود در ناحیه رودکی میشینیم، لنینگراد میگن. اونجا 2 اتاقه 1200 سومانی. با پدر و مادر؟ بله با پدر و خب مادر. پدر و مادر چیکار میکنن؟ فعلا خب پدرم بیکار است به خاطر که کار نیست دیگه. ما زیادتر از کاکای پدرم در کانادا زیادتر ما را تمویل مولی میکنه. وقتی که شما در افغانستان بودین وضعیت شما در افغانستان خوب بود یا ولی که در تاجیکستان هستید در اینجا خوب است؟
والا وضعیتی که در افغانستان بودیم و در تاجیکستان هستیم مردوش یک رقم بود. در افغانستان هم کاربار نبود به ما و یکی از دلایل دیگه که به تاجیکستان آمدیم و از اقتصاد بود که خب البته نآمدیم به تاجیکستان که چه کار است. خب بعضی میتونستیم به کانادا بریم به خاطر اقتصاد برآمدیم. در افغانستان واقعا اقتصاد ما خوب نبود. زیاد تاجیکستان رو دوست می‌دارید یا افغانستان؟ خب تاجیکستان مردمش خوب است، کشور بسیار خوب است، همزبان است، اما وطن دیگر است. سلامت باشید. و من باور دارم که البته این مشکل‌های اقتصادی و اجتماعی که هست در فرصتی کوتاه برطرف میشوند و البته بازم همزبانان ما به وطن خود برمیگردند. با نفرانی که همسن و سال شما هستند که ما را میبینند چی گفتن هستید شما؟ و کسانی که همسن سال ما هستند و در این شرایط قرار دارند فعلا بهترین سن سال برای تحصیل به خاطر ورزش کردن و یا هر چیز دیگه همین سن است. باید تحصیل کنن، ورزش کنن و یک انسان شوند که واقعا یک هموطنانشون یا یک نفرای دیگه بالای از او افتخار کنه. واقعا بهترین شرایط تحصیلی فعلا در میسن است به خاطر که واقعا تحصیل. شما رو ما در میدانچه ورزشی دیدیم که با بازی فوتبال مشغول هستید. بازی فوتبال را دوست می‌دارید؟ باز کدام نمودی ورزش دوست می‌دارید؟ و یکی بسیار فوتبال بسیار زیاد خوش دارم، علاقه است. دیگه ژیمناستیک هم بسیار ورزش. از تاجیکستان یگان دوست پیدا کردید؟ والا تا فعلا نه. برای چی؟ برای اینکه ما زیادتر در بیرون گشت و گذار نمی‌کنیم. زیادتر همین همراه افغانان خود هستیم و در آینده کوشش میکنیم که دوستای تاجیکی هم داشته باشیم. خود شما صنف 9 مثلا 10 11 و بعد از اون باید یگان اختصاص رو انتخاب نمایید و باید به یگان دانشگاه یا دانشکده تحصیل کنید. چی نقشه دارید شما؟ خب فعلا میخوایم که درسای ما ادامه بدم. همین درسای مکتب ما بعد از اینکه از مکتب فارغ شدم امیدوار هستم در رشته تحصیلی کامپیوتر ساینس کوشش کنیم که سلام باشید. خب ما احسن میگم برای شما جان سپاس. اگر یگان سخنی که در دلتون است میخواید بگید مرحمت. فقط در دل ما دیگه همین است که امیدوار هستم که در وطن ما یک صلح سرتاسری امنیت و خوب تامین شود که دوباره بتونیم به وطن ما برگشته باشیم. خوش آمدید به تاجیکستان. سلامت. و اینجا وطن خودتون است. سلامت. ما تحصیل کنید و آموزید، کسب درستی خود رو انتخاب نمایید، صاحب کسب شوید و باور دارم که البته خوشبختی ها در پیش هستند. تشکر برای شما. باور دارم که صحبت ما برای شما پسند آمد. سلام باشید.